ولی سرباز نظام هست. عذرخواهی میکنم ولی سرباز نظام استکباری آمریکا. شما دانشجو وظیفه مطالبه اگر در برنامه‌های سال 97 یه فردی گفتن که توافق با آمریکا به اندازه جوهری که روی کاغذها نوشته میشه ارزش نداره. اما الان آب و که سفره مردم و همون مذاکره‌ها گره زدن. بله دوستان درست بکنید. این فرد کسی نیست جز معاون راهبردی رئیس جمهور، مشاور رئیس جمهور، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، نماینده مردم ایران در سازمان ملل جناب آقای ظریف. شما چطور تونستی روش بگی سرباز ملل تازه دومات بودن، خانواده داشتن و پای جنگ 12 روزه پرپر شدن و پیکرشون حتی سالم با آغوش خانوادهشون برنگشت. سرباز نظام رئیس جمهوری بود که در راه خدمت به مردمش پیکرش سالم برنگشت. نظام هست. عذرخواهی میکنم ولی سرباز نظام استکباری آمریکا. امیدوارم زمانی به داخل ایران